ماموران میلیسا در نویه عبدالرحمن جمعی دو جوان را به گمان نوشتن دعوت و تعدید در دیوار مکتب، مغازه و سرتراشخانه دستگیر کردند. مقامات به طور رسمی معلومات نمیدهند. یک همصحبت رادیوی آزادی در حکومت نویه عبدالرحمن جمعی روز 22 آگوست بازداشت جوانها را تصدیق کرد، اما به سبب گویا مخفی بودن پرونده و نداشتن اجازه صحبت جزئیات نداد. کوشش های ما برای یافتن والدان بازداشت شده و گرفتن شرح شعبه کارهای داخلی نویه تا این دم به نتیجه بود. منبع های آگاه رادیوی آزادی خبر دادند که حادثه در اول ماه آگوست در جماعت یکتوت نویه عبدالرحمن جمعی روی داده است. یکی از آنها گفت در دیوار مغازه، سرتراشخانه و مکتب به نام گورک نوشتند که اکانت ها و آدرس های تلفن هایتان را عوض کنید و خانه اونهایی را که ما را به مقامات می فروشند آتش میزنیم. این خبر به مقامات رسید و تفتیش در جماعت سر شد. انگیزه چنین رفتار جوانان معلوم نیست. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته و مخالفین بازداشت و زندانی کردند. چند نفر دیگر در مناطق گوناگون کشور با عیبنامه چسباندن پرچم داعش زندانی گشتند. دادگاه ولایت ختلان در سال 2023 دو منصبدار، یک خبرنگار و یک ساکن نویه 5 را با همین اتهام از آزادی محروم کرد. یک مرد 70 ساله را در شهر اصفره به گناه پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفین 5 سال روانه زندان کردند، ولی او خودش این اتهام را نپذیرفت. همصحبت آگاه رادیوی آزادی افزود دو جوان را روز 18 آگوست با استفاده از دوربین‌های نظارتی به نوع مکتب یافتند. یکی آنها 23 ساله بوده است. 2 هفته پیش مقامات کارهای داخلی و جماعت‌ها پدر و مادران را جمع آورده مسئله یافتن گمانزده ها را جدی در میان گذاشتند. بعد بازداشت دو گمانبر نیز تفتیش و پرسش ساکنان به پایان نرسید. کارمندان امور داخلی هنوز به خانه‌های ساکنان می‌روند. اضافه کرد او بار اول نیست که بعضی از ساکنان تاجیکستان را برای نوشتن شعار در در و دیوارها دستگیر می‌کنند. سال 2014 بعد من شدن گروه 24 دو ساکن جوان دوشنبه را با اتهام تبلیغ این سازمان و نوشتن شعار علیه حکومت تاجیکستان در نزدیکی نوروزگاه پایتخت جزا داده بودند. شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومت او در پیاده‌روی در شهر خوجند به طور فوری پاک کرده شدند. مقامات از مجازات کسی در این رابطه خبر ندادند.